سلام عرض میکنم خدمت همه بینندگان محترم برنامه لایو گرام. خیلی مفتخر هستیم که امشب میهمان نگاه‌های گرم شما هستیم. دوباره به شما معرفی میکنم جناب آقای مجتبی شفیعی عزیز رو. خیلی ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید آقای شفیعی. خب آقای شفیعی متولد 7 مهر 1367 در ناین اصفهان. خب یه خورده از خودتون برامون میگید؟ منم سلام عرض میکنم. فکر کنم صدا نبود، مجددا میگم خیلی خوشحالم از این که امشب رو مهمان لایو گرام هستم در این مکان خیلی شیک و لوکس. امیدوارم گپ خیلی خوبی داشته باشیم. من البته 7 زیاد تو زندگیم دارم. 7 67 فرزند هفتم خانواده با شماره شناسنامه 37 و انشالله یه 7 زنم بگیرم دیگه تکمیل میشه. همسر من پشت برنامه هستن، بدآموزی داره شما. من خب آقای شفیعی شما کار هنریتون از کجا شروع کردین؟ والا من از موقعی که به دنیا اومدم حقیقت شروع کردم. خیلی عالی. بعد آره خدمتتون عرض شود من خب تو خانواده‌های پرجمعیت زیاد به این موضوع هنر و علاقه فرزند و این حرفا پرداخته نمیشد، ولی الان چون تعداد بچه‌ها کمتره خب خانواده‌ها خیلی اهمیت بیشتری قائل میشن به استعداد بچه، درخواست‌های بچه و خب حالا ما یه مقدار بزرگتر شدیم، خودمون به خودمون گفتیم بابا علاقت اینه برو دنبالش. نه اینکه خانواده ممانعتی داشته باشن به هیچ عنوان، ولی پس علاقه خودت. آره خودم باید خودم میرفتم پیگیر قضیه میشدم بدون اینکه کلاسی باشه یا فلان. من از تئاتر شروع کردم، از تمرینات تئاتر. یه گروه پویایی بود، ما پویا هم بود، تشکیل دادیم و کار تئاتر میکردیم. خیلی خوب با تعدادی از این بچه‌ها کار تئاتر رو ادامه دادیم، پیشرفت کردیم، کارهای خوبی بستیم، فجر جایزه گرفتیم، کماکان داریم کار میکنیم. کنار این تئاتر گویندگی و دوبله رو من شروع کردم. خب خدا رو شکر با اساتید خیلی خوبی مثل آقای سولتی کار کردم و کماکان هی با عزیزان و صدا پیشه‌های خوبی مثل آقای نباتی آشنا شدم. و کماکان داریم کار میکنیم با گروه پارسیان دوبله مشهد کار میکنیم. خیلی خوب هست، با بچه‌ها دیگه کلا مشغولیم. خیلی هم عالی. دوستای عزیزم ممنون از قلب‌های زیبایی که میفرستید، ولی اگه لطف کنید نفرستید ممنون میشم، چون تصویر رو به شدت کیفیت رو پایین میاره و تصویر براتون ناواضح میشه. خب یه خورده از گروه زود یه خورده از گروه زود نیوز برامون میگی چی شد این گروه رو تشکیل دادین؟ خدمتتون عرض شود این ایده میشه گفت از یک برنامه رادیویی شکل گرفت. ما یه برنامه داشتیم پر طرفدار به اسم اینجا ایران است. جوکای 2 نفره یا فضاهای نمایشی تولید میشد و این به صورت رادیویی بود، پادکست در فضای در واقع مجازی در تلگرام یا حالا جاهای دیگه انتشار پیدا میکرد. قسمتی داشت اخبار بود، قسمت‌های دیگه هم داشت حالا کاراکترهایی داشتیم که حالا با اون تیپ ها هر بار ایفای نقش میکردیم و برنامه رو تولید میکردیم. تصمیم گرفتیم یکی از این قسمت ها رو تصویری بکنیم. فال افتاد به اخبار. خیلی جالب بود واقعا. خانم کیانی هم ابتدای کار بودن، الان نیستن و دیگه کار رو شکل دادیم، می‌نویسیم، کار می‌کنیم. خیلی عالی. در کنار فعالیت اینستاگرامی شما به بازیگری هم می‌پردازید؟ آره. تو فضای بازیگری هم هستین؟ خدمتتون ابتدا گفتم من چون تئاتر کار می‌کردم و کماکان این کار رو انجام میدم، خیلی یعنی اصلا از بازیگری نشأت میگیره تمام این فعالیت‌ها، چه این اینستاگرامی چه تلویزیون و جاهای دیگه. درسته. این اصلا عشق بازیگریه، چیز دیگه ای نیست. فوق‌العاده است. شما با همکاراتون تو گروه زود نیوز نسبتی هم دارید، میشه معرفیشون کنید؟ خیلی رفیقیم. آره جواد مهجوری عزیزم که در واقع همیشه کنار منه، چه تو متن چه تو کارگردانی، همیشه فکر میکنیم با هم دیگه، شیر میکنیم تمام اطلاعاتی که داریم. و خانم باقرپور که من اصلا فکر نمی‌کردم استعداد بازیگری داشته باشیم، خانم ناشنوایانی بله فوق‌العاده است، علاوه انرژی، علاوه
بامزه بودن و اینکه دیگه الان خودکفا شده میتونه قشنگ آموزش بده. چقدر جالب. و رفته دنبالش که حالا ناشنوایان بعضی وقتا میبینن کلیپ ها رو خودشون هم میخندن و متوجه میشن چون کلمات رو خیلی حالا حرکاتشون واقعیه. آره واقعا میره یه نرم افزار داره حرکات در میاد دیگه چقدر بعضیش حفظ جالب. شده. مثلا میپرسم ازش میگم کشور چی میشه، زبان دومشون شده دیگه. شهر کشور دیگه منم یاد گرفتم. خیلی جالب بودش. شما کار دوبله هم فرمودید انجام میدین؟ آره خیلی هم عالی. والا حتی قبل از این حرفا حدود 6-7 سالی از کار دوبله میکنیم. شاید تو شبکه پویا شنیده باشید تیزرهای تبلیغاتی هم هست. حالا تبلیغ یه کوچولو برامون میشه. آره مثلا چیپس چاکرز رو شاید شنیده باشید، چیپس چاکرز یا تاپیس بانک اقتصاد نوین. الان تبلیغات پدیده شاندیز داره پخش میشه. اینها هست در شبکه پویا که کماکان انیمیشن هامون هست. الان دوچرخه سواران داره پخش میشه که خب کار واحد دوبلاژ مشهد هست، خیلی خوب کار میکنن. بسیار عالی. بعد دستمزد هم شما دریافت میکنید برای این کار دوبله؟ جان دستمزد هم دریافت میکنید؟ آره بله دیگه. به هر حال زیاد نیست تو این متاسفانه چه در زمینه تئاتر چه دوبله، ولی خوبه. ایشالا خدا زیادش میکنه. شما مجرد هستید یا متعهد؟ من متعهدم بیشتر. پس عاشق شدی. عاشق شدیم. خدمتتون عرض شود عشق تو زندگی همه اتفاق میفته. بله ولی نه ازدواج نکردم. میخواستم ازدواج کنم که بهتره بگم خدا رو شکر نکردم فعلا، ولی انشالله که این اتفاق میمون و مبارک تو زندگی همه بیفته به بهترین شکل. واقعا. ولی اگه قرار بد اتفاق بیفته همون اتفاق نیفته بهتر. امیدوارم براتون بهترین ها اتفاق بیفته چون شما لایق بهترین ها هستید. شما ازدواج کردین؟ من بله، همسرم در بک استیج داره من نگاه میکنه. ما خیلی خوشم اومدید. 5 ماهه که ازدواج کردیم. به تازه است. پس یهو جواب عوض شد. من مطمئن شدم. خب خواهش می‌کنم، ممنونم. شما درآمد کاری هم از اینستاگرام دارین؟ خب مسلماً بله آره، ولی خیلی ها فکر میکنن مثلا من مجتبی شفیعی رو الان میبینم باید یه لکشوزی یک مازاراتی چیزی زیر پام باشه، در حالی که این نیست. شبکه مجازی هم درآمد داره ولی مثل بقیه شغل ها یه درآمد مختصری است که حالا میشه روش حساب کرد. واقعا بیش از تئاتر رو در واقع گویندگی و دوبله میشه روش حساب کرد. بله. شما موضوع کلیپ های زود نیوز رو از کجا تهیه میکنید؟ اخبار. واقعا؟ آره. بروزید دیگه دقیقاً هر اتفاقی که میفته. سعی میکنیم زود نیوز باشیم ولی بعضی وقتا دیر نیوزیم. آره اخبار خیلی مهمی که تو کشور اتفاق میفته، حالا چه بعضیش خودش طنزه، ما طنزشو بیشتر میکنیم، بعضیش خیلی جدی و تلخ، ما سعی میکنیم با طنز یه مقدار تلخیشو بگیریم که مردم یه مقدار حالشون عوض شه و در نهایت یعنی رسالت زود نیوز اینه که گوشزد بکنه به مسئولین عزیزمون، بگیم ما آگاهیم، ما میفهمیم، لطفاً این مورد رو اصلاح بکنی که انشالله اتفاق بدتری نیفته. ولی نمیدونم چرا اینجوری بدتره میفته. آره. خودتون تو دنیای واقعی آدم جدی هستید یا شوخ طبعید؟ والا من آدم برونگراییم ولی بعضی وقتا فاز اینجوریه میریم تو خودمون، آهنگ غمگین هم گوش میکنیم، ولی نه بیشتر شادم، سعی میکنم دوستانم هم شاد بکنم. آره. خیلی هم آره. در واقع اگه این روحیه نباشه نمیشه برنامه طنز تولید کرد. درسته. خب نظرتون راجع به شاخ شدن در اینستاگرام چیه؟ واژه‌ای که خب خیلی باهاش روبرویم. یه تیتر بزرگ میزنن رو ویدیوی افرادی که خیلی معروف شدن تو اینستاگرام، بعد میگن شاخ اینستا. شاخ اینستا. حالا من زیاد با کلمش خوشم نمیاد شاخ اینستا، ولی یک خصوصیتی که کسانی که در شبکه مجازی جدیدن دارن دیده میشن کسانی هستن که بدون رسانه عامل مثل صدا و سیما دارن نشون میدن که آدمای با استعدادی هستن، توانایی دارن و این خیلی ارزشمنده. این خیلی ارزشمنده و خب این باعث میشه که دیده بشن. خیلی از جوونا کماکان هم تو جامعه ما هست که خیلی هستن دوست دارن دیده بشن ولی این
موقعیت پیش نمیاد، فرصت اتفاق پیشنهاده نیست و درسته. یهو میبینیم با یک گوشی، یک خلاقیت، یه ایده کارشون دیده میشه و دقیقاً. معرفی میشن. من الان خودم دقیقاً. با شبکه 5 همکاری دارم، با شبکه 1 علی ضیای عزیز همکاری دارم. خب خوشبختانه تو شبکه 5 با دوستان خیلی خوبی مثل سید جواد رضوی و خانم سلطانی، آقای هاشمی از تهیه کننده خیلی آشنا شدیم، دوستان خیلی خوبی پیدا کردیم و خب این باعث و بانیش همین شبکه مجازی بود. بله. همین کلمه شاخهای مجازی. دقیقا همون دیده شدنه. خب ولی خب تو این فضا مثل خیلی از جایی که الان شما خرما رو هم که بخوری مفید خرما، ولی زیاده روی ضرر داره. بله. تو این فضا هم خب به خاطر اینکه خیلی فضای آزادی هست و این فضای آزاد خوبه، بعضی هم سوء استفاده میکنن. میبینین شاخ مجازی شدن به واسطه اینکه حالا به قول ما کلیپ خز تولید میکنن، حرکات ناشناس و دیده میشن. درسته. ما سعی میکنیم جزو اونا نباشیم، خلاقیت داشته باشیم، متن داشته باشیم، ایده داشته باشیم، کیفیت رو در واقع برنامه سازیمون رو ارتقا بدیم که در شأن و شخصیت بینندگانی که ما رو میبینن باش. درسته. این برنامه که با آقای جواد رضویان در حال انجام هستش به چه صورته؟ چیکار می‌کنید؟ جشن رمضان من افتخار اینو داشتم امسال از طرف تهیه کننده این برنامه آقای هاشمی پیشنهاد داشتم که توی برنامه باشم و حالا گاهی وقتا استندآپ میکنم، گاهی وقتا توی نمایششون هستم و خیلی خیلی خوشحالم. یعنی از برکات این ماه میدونم که تونستم با این عزیزان بیشتر آشنا بشم، کار بکنم و در واقع داره هم تجربه میشه برای من، هم یه چیزی یاد میگیرم. درسته. خب نویسنده متن کلیپاتون چه کسیه؟ آره خود شخص من خودتون هستی و بسیار خلاق. متشکرم. من تقریبا متن رو میگم کار کاملا تیمیه. من سعی میکنم متن رو بنویسم، بعد میایم با بچه‌ها میچینیم چوبکاریش میکنیم، دوباره ایده پردازی میکنیم. بعضی وقتا 70-80% متن تو همون دوباره جمع عوض میشه، بهتر میشه و میریم ثبت. در واقع کار گروهیه ولی خب به پای من نوشته میشه. خب شما شغل دیگه هم در کنار این فضای هنری دارید؟ خدمتتون هست. من چون برادرم راننده ماشین سنگین هست، آره یه مدتی این کار رو هم تجربه کردم و آره ماشین سنگین تریلی رو بلدم برونم، شاید بهم نخوره ولی آره یک مدتی این کار رو انجام دادم. خیلی هم شیرین بود واقعا. حالا اون موقع رادیوی ماشین قطع میشد، خوبیش این بود من تو ماشین بودم، هم تمرین بود برام، همین که داداشم کیف میکرد، میزدم شبکه رادیو، تیپ سازی میکردم، یه بار صدا اینجوری میکردم، آره ادای راننده ها در میآوردم یا انیمیشن هایی که تو ذهنم بود یا خودم دوست داشتم. آره داداشم بعضی وقت بیشتر از رادیو کیف میکرد، بعضی وقتا میگفت رادیو خراب شده. گفتم حالا خراب شده اینکه میخوای من برنامه اجرا کنم. گفت بیا الان بچه‌ها دیگرم میگن بیان تو ماشین رو با هم دیگه. آره خیلی روزای خوبی بود. گاهی وقتا میرم باش ولی الان اینقدر مشغله کاری زیاد شده که نمیرسه. درسته. میشه ما هم مثل برادرتون ازتون خواهش کنیم برای ما یه خورده با صداهای مختلف صحبت کنیم؟ خب بعضی از سوالا رو اگر اینطور جواب بدید بخوام خیلی برامون جذاب‌تر باشه. مثلا من نمیدونم یه کسالتی دارم، متاسفانه تورایی که میمدم اینجا یه سلفه میکردم، فکر می‌کنم این فصل بهار که همه چی میچسبه یه چیزایی به حنجره ما میچسبه که نمی‌ذاره زیاد حرف بزنیم، ولی چسب تا جایی که چسب تا جایی که این صدا اجازه بده حتما. تیپ‌های مختلف از آن مثلا همین راننده‌ای که بعضی وقتا الان اجازه بده ما اینجوری حرف میزنیم لاتیه یا مثلا اینجوری حرف میزنه خیلی لطمنشی و سپاسی تو سبزه محبت صداقت برابری برداره خیلی چرکتیم خلاصه. آره یا بروجک آقای نجار وای بروجک میام صدام یه ذره گرفته اجازه نمیده ولی خب تیپ های مختلف. صدای خانوما رو میتونید در بیارید؟ صدای خانوما رو مثلا نهایتا یعنی خانوما انقدر جیغ جیغو؟ آره یه اتفاقا یک خانومی ما توی برنامه‌های رادیوییمون یه تیپی ساختیم
به اسم امقزی. درسته. این خانم اینجوری بود اینا که در ماشین عمل میکنن یا اینا اینا که زنگ میزنی بهشون به جای بله میگن بله بفرمایید. آره یه شیرزاد درون هم داره. آره حالا انشالله بعدها ازش کلیپ میسازیم بیشتر باشه اسم میسازیم. خیلی هم عالی. بهترین دوست شما چه کسی هستش؟ آخ بهترین دوست، چقدر سوال سختی پرسیدین. الان اگه ببینن همه میگن دقیقا منتظر اسمشون 10 نفری. آره والا من فکر میکنم بهترین دوست آدم خود آدم. یعنی اینو نمیخوام بگم مثلا خیلی تلویزیونیش بکنیم یا قلم به سلم به حرف بزنیم، ولی نه، دوستی که بیشتر از همه ایرادتو ببینه اون خیلی از همه بهتره و من چیزی رو بهتر از خود آدم ندیدم، چون آدما خودشون میدونن چی کار کردن تو این دنیا، چه استعدادایی دارن، چه نقاط ضعفی دارن و اگر بتونن این ایرادات رو هر روز به خودشون گوشزد بکنن و از غرورشون کاسته بشه، به تواضعشون اضافه بشه و باعث بشه این پویایی هر روز ادامه پیدا بکنه، قطعا انسان موفقی میشن و خودشون میشن بهترین دوست. من خدا را شکر دوستای خیلی خوبی دارم که در زمینه تئاتر مثل محمد نیازی، مسعود حکم‌آبادی، سهند خیرآبادی، میلاد قنبری، دیال دونه دونه اسم میبرم که چند سال من با این عزیزان کار میکنم، هر سال تجربه های خیلی خوب، کارهای خیلی خوب، در دوبله همینطور، در زود نیوز هم که معرفی کردم. بسیار عالی. خب صدا هست؟ از اونجایی که آقایون همیشه زودتر آماده میشن، اینجا هم همینه، یعنی آقایون همیشه زودتر آماده میشن، برای همین مجریای تلویزیون اگه میبینی اکثرا خانم‌ها هم هستن، یعنی به هر حال الان که ببینی خانم راد هست، خیلی خانم‌ها زیاد شدن. شما نبودیم ما عذرخواهی میکنم. خب رسیدیم به بحث خوشمزه داستان و چیزی که یه جوری به خودم هم مربوط میشه. شما غذای مورد علاقتون چیه؟ آره والا من اینقدر لاغرم که زیاد غذا نمیخورم، یعنی معدم آره اصلا معدم رسما حدیث حضرت رسول ما رعایت میکنه، بدنمون، نه خودمون خیلی آدم درست حسابی باشیم قبل غذا دست میکشیم، یعنی میلمون نمیکشیم. خیلی آره معده خودش اتوماته. خب خواننده مورد علاقتون کیه؟ خواننده مورد علاقه من خیلی سعید شهروز رو دوست دارم، خیلی خاطره دارم با آهنگاش و هر وقتم میخونم همه بهم میگن دقیقا تو چقدر صدا شبیه سعید شهروزه. خب یکم بخونید بخونم؟ اگر میشه. چشم. خواهش میکنم. امیدوارم صدام اگه گرفت دیگه ببخش. خیلی ممنون. ناراحت میشی نمیمونی، اینو باید من بردارم. از بیرون اشاره کردم، دوباره میخونم. ناراحت میشی نمیمونی، تبت بجور واگیره، منو با دست کی کشتی که پای هر دومون گیره، منو کشتی و آزادی، نه زندونی نه تبعیدی، میونه ما دوتا مجرم به کی حبس ابد میدی، داری گم میکنی راهو، امیدی نیست پیداشی، من این دستا رو میبوسم، بذار هم دست هم باشیم، یه عمر زیر این سقفیم، تو رو با من همه دیدن، بری هر جای این دنیا بهت شک میکنن بی من. خیلی ممنونم ازتون. ببخشید چه صدای خوبی. چرا شما خوانندگی رو ادامه نمیدید؟ راستشو بخوای من 2-3 تا ترک هم خوندم. آره حالا ولی دیدم خوانندگی خیلی فراتر از این چیزاست که من میرم سمتش. یعنی به شخصیتتون خیلی نزدیک نیست به اندازه طنز؟
ببینید نمیتونم من اینو بگم، چون به هر حال ما یه خلوتایی با خودمون داریم که تو اون خلوتا خیلی اعتماد به نفس داریم، خیلی باور داریم خودمونو، که اگه اون باور تو اون خلوت که هستیم تو دنیای واقعی هم اون باور و اون اعتماد به نفس باشه، قطعا این اتفاق میفته. منتها تو خوانندگی من فکر کنم نه زیاد وارد شدم، نه اون اعتماد به نفس رو تونستم به اندازه بازیگری تو دنیای واقعی وارد کنم. ولی خب به نظر ما که بسیار گوشنواز و زیبا بود. ممنونم ازتون. خب نظرتون به صورت کلی راجع به فضای اینستاگرام چیه؟ ببینیم فضای این اینستاگرام مثل اینه که کامنت های بد میان می نویسن. ببین اتفاقا من این رو هم بد نمیدونم. چرا؟ چون یک پروسس باید عبور کنیم ازش. الان خیلی دیگه مردم دیگه پیجایی که واقعا بی محتوان یا ارزش دنبال کردن ندارند رو دنبال نمی کنن و از دست میدن. داره این هی فرهنگش بهتر میشه. یکی از دوستان راجع به فیلترینگ پرسیده بود. بله. واقعا ما با فیلترینگ نمیتونیم از آسیب‌های شبکه مجازی فرار بکنیم. ما باید سواد رسانه داشته باشیم، مثل سواد مالی، مثل اینکه وقتی میخوایم بریم یک کشور خارجی اروپایی، کشورهای اروپایی باید زبان بلد باشیم. خب اینجا هم باید برای اینکه در رسانه بتونیم خوب آسیب نبینیم، کلاهبرداری نشه ازمون، محتوایی که مورد نیاز ماست رو پیدا بکنیم، سواد رسانه داشته باشیم. این گزینه و این سواد رسانه تو زندگی ماها جاش خالیه. حالا داره عرف به صورت عرف یا حالا ورکشاپ هایی که میذارن این ور اون ور، این فرهنگ سازیش بهتر میشه. آره، ولی هنوز فاصله داریم. منتها فیلترینگ اصلا راش نیست. چرا؟ چون خیلی ها از این شبکه مجازی دیده شدن، خیلی از کسب و کارها رونق گرفته و دارن جلو میرن، کسب درآمد میکنن و جز این که خلل ایجاد بشه تو کار اونها و ما هم که جزو همونها هستیم، چیز دیگری ندارد. شما فالوورای پیجتون چطور انقدر یهو زیاد شد؟ شما تبلیغات هم برای خودتون انجام دادید یا نه همینطور در پایه اکسپلور و اینا اومدید بالا؟ آره. نه من اصلا تبلیغات نکردم. اصلا تبلیغات نکردم. یه بار میخواستم این کارو بکنم برای یک کلیپی، دقیقاً همون کلیپ بدون اینکه من هزینه بکنم یهو فردا صبح دیدم آره همه کلیپ موضوعش خیلی جالب. آره گیر و گور بود. یعنی دو دولت الان و دولت سابق رو قیاس کرده بودیم با هم دیگه و یه واژه‌آرایی داشت، کلمات با هم دیگه، مردم دوست داشتن. بعد از اون فیلترینگ تلگرام بود که دیگه باعث شد این پیج ممبرش خیلی اضافه بشه. حالا خدا رو شکر مردم هم خیلی به ما لطف دارن. ما کامنت بد واقعا خیلی کم داریم. یا اگر هم کسی از کارمون خوشش نمیاد خیلی محترمانه می‌نویسه این کار بی‌مزه بود یا من دوست نداشتم، این کارتون نسبت به کارهای دیگه ضعیف‌تر بود، این کارتون ایراد داشت به دلیل اینکه محتوای اصلا یعنی سورس خبرتون خبر واقعی نیست. و ما هم خیلی این برامون شیرین تره و کمکمون میکنه. شما آدم سیاست دوستی هستین؟ به هیچ عنوان. یعنی دوست داشتم سیاست خوبی در ایران باشه که بتونن مردم در آسایش زندگی بکنن. درسته. ولی برنامه‌تون یه جورایی به سیاست که در واقع به رویکرد اجتماعی داره. مردم گریبانگیرشن. الان من به شما میگم گرون شدن بنزین سیاسی و اجتماعی. ولی نگاه میکنیم هم سیاسی هم اجتماعی هم اقتصادی. بله. اقتصادی و فرهنگی. یعنی باز جوک هایی میاد که میبینیم فرهنگی هم هست. نمیدونم ما اصلا همه موضوعاتمون به خاطر شیرینی زبانمون به همه چی ربط داره. کاملا درسته. خب چطور شدش که خانم غزل شاکری به برنامه‌تون اومد؟ آره خیلی اتفاقی بود. ما یه آیتمی داشتیم برای فیلم سینمایی خاله قورباغه. خانم طاهرپور رو من تو دفترشون ملاقات کردم. من نمیدونستم که غزل شاکری دختر خانم طاهرپور رفتم اونجا و دیدم خانم شاکری اومدن و با مادرشون خوشروبش کردن و
گفتن شما اینجا اینو من دوست دارم تو کلیپتون باشم. ما هم از خدا چقدر خواسته جالب. گفتیم حتما دیگه. پس کاملا اتفاقی بود. آره اتفاقی بود و اون کلیپ خودش اونم خیلی خوب دیده شد. آره حالا من از شما یه چند تا سوال بپرسم. آره چه بدون مقدمه. آره ایشون جزو اون دسته آدمایی هستن که خیلی خوشمزه غذا میخورن. مثلا من اگه خوشمزه غذا خوردم بخوام یه نفر رو مثال بزنم، مهران مدیری میاد تو ذهنم، ولی تو شبکه مجازی ایشون هم واقعا خوشمزه این کار رو انجام میدن. حالا شما یه ذره از خودتون بگین، یه معرفی کامل. من مهدیس فریدونی هستم، متولد 3 بهمن 1372 و اینکه ساکن کرج، متولد کرج. در خدمت شما هستم. از کی غذا خوردن رو شروع کردی؟ از وقتی که به دنیا اومدم. از دیگه. شیر مادر شروع کردم. تستم می‌کردیم مثلا بگین شیر مادر. من حدودا 1 سال و نیمه که زمینه فکر کردم شیر مادر رو میگیم 1 سال و نیمه که از شیر گرفتنم. خب من 1 سال و نیمه که تو فضای مجازی به معرفی رستوران ها و تست کردن دارم میپردازم و اینکه همین دیگه چی بگم. خب بهترین رستورانی که رفتیم کجا بوده؟ اسم ببرم الان تبلیغ میشه. بعدم پولشون ازشون میگیریم. خب بهترین غذایی که دوست داریم چیه؟ لازانیای مادر شوهرم. خب دیگه قشنگ شد. الان فکر کنم که پای برنامه لایو هم باشه و احتمالاً مادر شوهرشون برنامه رو ببینن و اگر نبینن شوهرشون به نمایندگی اینجا هستن. گزینه ها شاید بعداً جابجا بشه. آره ولی خب خواهش میکنم. واقعا گفتم لازانیا رو دوست داریم. بله. ما قدیمی‌ها قرمه سبزی دوست داریم. به هر حال شما دهه 70 دیگه. بله. چنده؟ 72. 72. بله. شما ایشون هم 7 دارن. چه روزی چه ماهی؟ 3 بهمن 72. بهمنی‌ها چه خصوصیاتی دارن؟ بهمنی‌ها خیلی لجبازن، کینه‌ای‌ان. قابل توجه آقاشون. آقا چرا گوش نمی‌کنی؟ برای شما دارم. خیلی لجبازن، خیلی کینه‌ای‌ان. یه کسی یه کارو بد کنه فراموش نمی‌کنن. خوبیاشون هم بگین بذارید دلگرم همه از خوبیاشون میگن که من مهربونم. حالا ما مثل همه متولدین ماهای دیگه خیلی مهربونم. خیلی این مهربونی خصوصیت همه است. آره ولی خب بهمنی‌ها آره. شما گفتین 3 بهمن. بله. اتفاق تاریخی تو 3 بهمن نیفتاده غیر تولد شما، درسته؟ نه. با اون خودش یه تاریخه، باید تو تقویم وارد کنیم. خب شما این همه غذا می‌خورین چاق نمیشین؟ خب ما همه غذاهایی که برامون زحمت میکشن میذارن خب نمیخوریم، بیشتر خب به دید کاری بهشون نگاه میکنیم و بعد معرفی غذاها. من اگه بخوام تو 1 سال دیم همه اون غذا رو بخورم که دیگه فکر کنم میترکیدم تا الان. خب خوبه. بعد آقاتون هم تو این زمینه کمکتون میکنه؟ بله خیلی کمک، بیشتر از من کمک میکنن. تو خوردن یا نه؟ بعد تو خوردن، تو بردن. بعد خدمتتون عرض شود از ازدواجتون راضی هستین؟ خیلی، و اگر 1000 بار به عقب برگردم باز هم سپهر رو انتخاب میکنم. البته 5 ماهی با هم ازدواج کردن. ما 5 سال دیگه این سوال مجددا می‌پرسیم. نه تا آخرش همینه. ان شاءالله که خوشبخت باشین و واقعا ان شاءالله قسمت شما. ان شاءالله قابل توجه خانم‌ها بیان دایره تر کنن. آره. خب حالا قدیم اینجوری بود که هر کی دستپختش خوب بود تو تلویزیون در واقع دیده میشد و برنامه داشت و حالا آقا و خانمش کار نداریم. خوشمزه غذا خوردنه نبود. درسته. این شغله که اضافه شده. شغل که والا حقیقتش شروع کنندش خب من نبودم، افراد دیگه‌ای بودن که این کار رو انجام میدادن، ولی من به عنوان اولین خانومی بودم که جسارت داشت روبروی دوربین قرار بگیره و غذا بخوره. فکر می‌کنم همه خانوما رو با اینکه مثلا پیتزا رو با چنگال بیان قشنگ جدا کنن، آروم بخورن غذا، من همه اینا رو کلا اینا رو گذاشتم کنار و یه جورایی تابو شکنی کردم و همین باعث دیده شدنم شده. تکنیک خاصی تو غذا خوردن داری؟ نه، ولی واقعا من حقیقتش رو بخوام بگم که من مثلا تو خانواده‌مون یا تو منزل هستیم مثلا اون شکلی غذا نمیخورم. منم این همه قاشق چنگال مثلا آروم، ولی خب این یه تکنیک بود
یوتیوب برای دیده شدن که خیلی توش موفق شد. من واقعا غذا خوردن و هنر میدونم. میدونید چرا؟ حداقل آدمایی که مثل من سیبیل دارن اگر بتونن غذا بخورن و به این بران نمالن قطعا هنرمند. خب شما الان میرین غذا هم میخورین، درسته، میایین خونه دیگه. بله. هر روز تقریبا این اتفاق میفته. تقریبا بله. خب یه بار دیگه سوالمو میپرسم، نه برای خودم و شما نه بینندگان، برای همسر بزرگوار. پس هر روز میرین و غذا میخورین میایین خونه؟ بله. خب ایشون سیرن، آشپزی هم که نمیکنین. خب 5 سال دیگه از الان معلوم شد چه اتفاقی میفته. نه حالا یه چیزی بهتون بگم، من خودم همیشه جز با آدمی بودم که خیلی به آشپزی علاقه نداشتم و از خدا میخواستم که وقتی ازدواج کردم مثلا یه نفر این کار رو برام انجام بده و خداوند شغلی رو در سر راه من قرار داد که نیازی به آشپزی نداشته باشم و واقعا لطف خدا بود. الان حالا آشپزی نمی‌کنین، در واقع آشپزیتون خوبه؟ آشپزیم خوبه، اگر که مثلا تایمش داشته باشم، حوصله داشته باشم، واقعا آشپزی میکنم. و الان جدیداً به برنامه‌های صفحه‌ام اضافه کردم، دارم یه خورده یه سری غذاها رو دارم آموزشش رو میدم و امیدوارم که بیشتر این کار رو انجام بدم. همسرم خیلی خوشحاله که ما 2 روز بوی غذا توی خونه راه افتاده. همسرتون چی بیشتر دوست داره؟ قرمه سبزی مثل ما؟ همسرم بیشتر جوجه کباب دوست داره. جوجه کباب. کلا کبابو خیلی بیشتر دوست داره. خب این الان شما میرین برای رستوران ها، همسرتون هم میبرین با خودتون؟ بله ما با هم کار میکنیم. آره چون من بیشتر واقعا نگران ایشونم، همزاد پنداری میکنم ببینم واقعا. فقط ایشون بعضی وقتا مثلا داره ویدیو از من میگیره و من دارم غذا رو میخورم، میگه که مهدیس من تا این 1 دقیقه ویدیو تموم بشه اون پشت نمیدونی چه احساسی دارم، که مثلا خودش هم خب گرسنه است دوست داره بخوره ولی خب اون 1 دقیقه رو باید صبر کنه، غذا یخ میکنه و ایشون مظلوم ترین فردی هستن تو این داستان که غذا یخ همیشه میخوره. خیلی منو همراهی میکنه و خیلی دوستش دارم. زنده باشه. خدمتتون عرض شود که این کاری که الان در پیش گرفتین درسته، درآمدش به چه صورته؟ جاهامون عوض شدن. آره دیگه. درآمدش خوبه، خودش خوبه. مثل همه، به قول شما مثل همه شغلا روزای خوب داره، روزای پردرآمد و روزایی که شاید شغل آزاده دیگه. آره. ممکنه روزی کار نباشه و روزی چند تا پروژه کاری باشه. خیلی خوب. درآمدتون فکر می‌کنم از ما بیشتر. نفرمایید. نه معلومه. نه شما نون تو کافی شاپ و رستورانه. نه اصلا تو اخبار نیست. خب آینده این شغل چی می‌بینی؟ فکر می‌کنی مثلا حذف میشه دیگه، اصلا کسی غذا تستر رو؟ نه فکر میکنم که خیلی از این جا داره که گسترده‌تر بشه. وقتی که ما شروع کردیم گفتم قبل از من افرادی بودن کار رو انجام میدن و بعد از ما هم افرادی اضافه شدن به این فضا و جا هنوز برای خیلی از جوانان هستش. من میبینم که خیلی که بعد از ما شروع کردن هر کس به میزان کار خودش درآمد خودش رو داره، یکی کم یکی بیشتر، ولی خب فکر میکنم هنوز هم جا داشته باشه که افرادی به این فضا اضافه بشن، چون بالای فکر میکنم 10,000 تا رستوران فقط توی تهران هست که من تو 1 سال و نیم میتونم به جرئت بگم 20% هم هنوز نرفتم و فکر میکنم خیلی جا برای معرفی باشه. الان تعداد اعضای کانالتون چقدره؟ من 418,000. فیک هم دارین؟ نه خیلی دیگه. برای این استگرامی مهمه چقدرش فیکه. منم مثل شما هم برپایی هم اکسپلور اومدم بالا و خیلی دیده چی شدم. شد گرفت؟ این خیلی برام مهمه. بعضیا غذا میخورن یعنی اومدن این کارو انجام بدن، من ببینم خب ممبرشون نهایتا 2,000 تا 3,000 تا. درسته. چجوریه؟ چون زمانی که ما شروع کردیم کسی شروع نکرده. نه کسی با مثلا هم خانوم باشی، تابو بشکنی و اینکه محتوای ویدیویی تولید بکنی. شما میدونید که اینستاگرام خیلی ویدیو محوره و ویدیو خیلی زود بزرگت میکنه و اگه یه کار عجیب غریب یا یه کاری انجام بده باشه که کسی انجام نداده خودش شما رو به معروفیت میرسونه و پیج هایی که در صدد تخریب ما بودن خودشون برای من تبلیغ شدن. یهو میدم سر خواب بیدار میشدم میدم که مثلا 10 تا پیج ویدیوی منو گذاشتن با یه عنوان ناشایست، ولی همون باعث شد که من انقدر دیده بشم که بالاخره اون افراد زیر اون پست منو تگ کردن، منشن کردن و میومدن منو پیدا میکنن. هر روز فالوورام رو به افزایش. حالا برای نمیدونم این سوال میشه الان جواب داد یا نه، ایده خلاقانه‌ای برای ادامه کارتون دارین؟ مطمئناً که میدونید اینستاگرام اگر که بخوای همش روی یک
مود باشی خود به خود باز هم حذف میشی. همونجور که یه شبه اومدی بالا ممکنه یه شبه هم حذف بشی. من تو فکرش هستم که یه سری برنامه ها رو بهش اضافه بکنم. مثلا الان بردم تو فیلد آشپزی و حالا بعدش شاید کار مثلا تستمون شاید 2 نفره باشه. یه سری برنامه ها دارم براش، چون همیشه من جلوی دوربین بودم. مثلا سپهر چهره‌ایه که خب خیلی شاید مشتاق باشن که اونم کنار من باشه و همسرم ببینن که غذا خوردنش چجوریه، چطور با من برخورد میکنه و اینها میتونه برای مدت کوتاهی جذاب باشه و باز هم باید محتوای جذاب‌تر آره. خب من اول اینکه معذرت میخوام جامون عوض شد. خواهش میکنم. حالا دوباره جامون عوض میشه. گفتگوی خیلی خوبه. من تقریبا سوالام تمامه. خیلی متشکرم ازتون. خیلی ممنونم. خوشبختی میکنم با همسر خیلی عزیزتون. ممنونم. مرسی. ببخشید اگه شوخی نه کردم. خیلی عالی بود. مرسی. خب شما درسته که قراره برای برنامه فرمولیه که آقای علی ضیا آیتم بسازین؟ من در واقع هم انیمیشن هایی که برای فرمول 1 تولید میشه رو صدا گذاری میکنم درسته. و دوبله میکنم، هم گزارش هایی که گرفته میشه. درسته. و این موضوع میتونه سیاسی هم باشه؟ بعضی سیاسی، همون چیزی که گفتم. ببینید بعضی وقتا سیاسی اجتماعی مرزش نزدیک به همه دیگه. یعنی یه موضوعی که شما گرون شدن پیاز، حالا بیشتر اجتماعیه ولی یه رگ سیاسی هم داره. خب گرون شده به هر حال و این مرتبط با دولته و باید کنترل. شما ساکن تهران هستین؟ من تهرانم هم مشهدم هم اصفهانم. آره چون ما 8 تاییم اگه کسی نمیدونه. البته گفتم بچه هفتم خونه ما 8 تاییم. من بچه هفتم خانواده‌ام و دیگه خواهرها پخش و پلان، برادرام همینطور دیگه. میرم اصفهان یکی هست، قم یکی هست، شمال یکی. آره و هر جایی پایگاهی داریم. من از این سیب زمینیاش فعلا امتحان کنم. شما از کوچیکا برداشت دیگه. متشکرم. تا من همون کسالتی که عرض کردم خدمتتون، بله فکر کنم نباید صبح کردنی بخورم. آها. آره. گلوتون اذیت میشه. آره. این کلمه ببخشید این از کجا میاد؟ والا گوینده های رادیو، میگم گوینده های حالا خانم های گوینده از این کلمه وقتی اشتباه میکنن استفاده میکنن. اگر بخواید صحبت پایانی رو با بیننده های عزیزمون داشته باشید چی میگید بهش؟ من برای همه آرزوی سلامتی میکنم. فکر میکنم این بهترین دعاست و فکر میکنم یک دعای دیگه ای که فرای همه این دعا هست این که از زندگیشون لذت ببرن. ما آدم ها عمرهای الان طولانی نداریم، پس بهتره اون مقداری که زندگی میکنیم اینقدر لذت ببریم که فکر کنیم سالهای سال زندگی کردیم، با کیفیت زندگی کنیم. متاسفانه شرایط کشور الان جوریه که این امکان هم وجود نداره، در حالی که حالا این حرفا یه مقدار سیاسی میشه ولی درد دل مردمشون بهم میگن، درد دل میکنم. من بعضی وقتا واقعا پای دایرکت های مردم گریه میکنم، مخصوصا عزیزانی که در جنوب کشورمون هستن، کردستان، خوزستان. دردناک ما تو کشوری زندگی میکنیم که سرمایه ملی، منابع طبیعی فوق‌العاده زیاد داره. فکر میکنم نصف دایناسورهای دنیا تو این خاک مردن و اینقدر ما نفت داریم که انقدر طلا داریم، انقدر پسته داریم، انقدر سرفرین داریم، انقدر داریم که هر کدوم از اینا رو فقط هم یه دونه از اینا رو بخوایم برای خودمون درست حسابی برندسازی بکنیم و عرضه بکنیم، نیازی به چیز دیگه ای نه. بله. بفرمایید خورده غذاها رو حالا تیست کنیم دیگه. از سبزیجاتش میشه جان کنید که برای گلوتون ضرر نداشته باشه. فقط من هیچی ندارم، باید با دست بودم. اونجا اصلا ندیدم. قاشق چنگال نباشه. خب من که متخصص بدون قاشق چنگالم کنم. ببین تخصص میخواد آقای. دیدین میخواستم همینو بگم. اگه اجازه بدین شما اون سوشی رو امتحان میکنید، من این گوشت رو یه ذره البته عذر میخوام. خیلی خوبه که الان از اون رو هم گفتم خیلی وقته و من میتونم این استیک گوشت رو امتحان بکنم. البته نظر تخصصی شما رو تخصصی هم
نظر میدیم. بفرمایید. خب من یه ذره پا میذارم تو کفش نه شما، خواهش شما این میکنم بفرمایید. استیک رو میبرید و باورتون نمیشه من چطور؟ لذت میبرم وقتی واقعا نوش جان. بسیار استیک خوبیه، آبدار. ببخشید دهنتون رو آب میندازم. امیدوارم بیاین اینجا. فودکورت طلایی بود. بله. بیاین اینجا، بسیار فضای شیکی دارن، خیلی بچه های مهربون، دوست داشتنی، با پذیرایی فوق‌العاده. من دیگه قبل برنامه همه نوع نوشیدنی رو اسمن آوردن که یه ذره سرپن کم بشه. دمنوش، چای عسل، آب جوش، کارشون آب عالیه. نمیدونم ارگانیک، همه اینا بود توش. عالیه. بفرمایید. نانو بود آبش. روزایی که تو رو پیشم نگاه عجیبه که تو رو این استیکش به ظاهر ولی یه نفره، ولی شما یه لقمه که میخوری میفهمی نه خانوادگی میتونن هر کدوم یه لقمه بخورن و سیر بشن. متشکرم. نوش جان. سوشی رو هم شما امتحان بکنید. نه همون شما امتحان کنید. من امتحان کنم؟ خواهش. این سوشی بکنم هموناست که به سیبیل گیر میکن. کدومه؟ این چیه با؟ اون. این سوشیه؟ این اسم خارجی رو به من نگیم، ما به اینا میگیم چی؟ نه همون سوشیه دیگه، راست میگه. این کجا؟ مال کجاست؟ من کنم مال چینه. اون سالات سزاره. چیه سوشی رو؟ من غلط بکنم اصلا. من یه چین رفتم چین. تقریبا 1,400,000,000 جمعیتشونه ماشاءالله، یعنی 18 برابر ایران جمعیتشونه. هیچی ندارن، یعنی هرسی که من میخورم اینه که حتی جمعیت مسلمونشون بیش از جمعیت ماست که ما اونا 82 تا مسلمون دارن فقط. خدمتتون عرض شود میشه گفت معتاد ندارن، رشد اقتصادیشون عالیه و غذاهاشون 90% آبپزه، و بسیار سالم. مثل اسب لوک خوششانس کار میکنن. اون خب آقای نباید شفیع میشکستم چه دیگه آقای شفیع اون خیلی سخته. بذاریم ملت حالا پای آفتاب بالانسد. موزیک پایانیمونم قراره که پخش بشه، موزیک زیبای بی بهونه از جناب آقای شهاب جلالی. خیلی خوشحال بودم که امشب آره؟ زیاد نه اون چیه واقعا؟ نگم بهتون بابا دم چیه. پخته که مامانمون بکنم رو نگم می‌خوریم بهتون به خیلی خدا. بهتره. چیه؟ ماهی خامه. ماهی خامه. این برنج بعد نیست مگه؟ جلبک هم داره. خب کجاش ماهی خیار اینا؟ دورش ماهی دورشه، ها؟ بله. این پوست ماهی رو نخورید. ما رستوران هم که میریم نهایت همین از این استیک ها و پیتزا و ساندویچ فلافل و کثیف و اینا. آره از این چقدر خوشمزه است. خوشحالم که حالا دوستش داشتید. این مال کجاست؟ ژاپن. آره ببین ژاپن اینو نمیتونی بخوری، این آپدیت میشه میاد ایران، یعنی ایرانیزه میشه واقعا. حالا پوست ماهی رو نمیشه خورد، من نمیدونم چه جوری بقیه‌اش رو خورد. بعد شما یک باره اینو ببر. ما پوست آره. بله. خب دوستان خیلی خوشحال بودیم که امشب مهمان خانه های شما بودیم. شما چطوری؟ ببخشید